عرض میکنم خدمت شما بینندگان عزیز و محترم. عرصه سیاست خارجی ایران یکی از حوزه‌هایی است که همیشه پرخبره و خبرهای اون هم برای هم ایرانیان داخل کشور هم برای ایرانیان خارج کشور بسیار جالب و قابل تأمل هست. اجلاس استانبول که برگزار شد، تحولات منطقه، نحوه تعامل کشورمون با کشورهای منطقه و همینطور سیاست‌هایی که غرب در مسیر فعالیت‌های هسته‌ای کشورمون اتخاذ کرده و رویکردهایی که جمهوری اسلامی ایران در این خصوص داره، از جمله موضوعاتی است که مورد توجه شما بینندگان عزیز در پیگیری خبرها هست و ما می‌خوایم امشب در این برنامه به بحث و بررسی راجع به خیلی از این موضوعات بپردازیم با یک مهمان بسیار محترم. آقای دکتر خدمت شما سلام و خیر مقدم عرض می‌کنم. صبر کن ببینم ناکس، تو نرو بذار کنار. اگه سوار موتور استراتژی تک چرخ بزنی ممکنه تندتر بری، اما بالاخره میخوری این با مخ. البته تو خیالت راحته، هر وقت مرتضوی قول شرف داد تو هم با مخ میخوری به جایی. ناکس، قبل از جواب میخوام این سوالی که همینطوری ریختی سوا نشده رو میز یه چیزی بگم که یادت بمونه، یه چیزی بگم که همچی برات سرمایه آیندت بشه. آدم وقتی با یه بیشعور طرف میشه قدر شعور رو میفهمه. بنابراین اگه هر وقت به ذهنت زد که چیز بیفایده و بیخاصیتی هستی اشتباه میکنی. تو باعث شدی که خیلیا قدر شعور رو بفهمن. محبت مجری خودم رو بدجوری تو دلم انداختی، به سلامتیش که تو دل ما نشسته و کرایه هم نمیده. حالا بریم سر سوالا. اگه گفتین چرا میگن بریم سر سوال، نمیگن بریم ته سوال، برای اینکه هر سوالی یه سر و تهی داره، برعکس سوالای بی سر و ته تو که نه سر داره نه ته. یه ضرب المثل قدیمی فارسی هست که میدونی چی میگه؟ هیچی نمیگه، همینجوری ظلم میذاره تو چشات تا خودت خجالت بکشی از یه حرفای مفت مزخرفی که زدی. مرحوم عووی همیشه میفرمودن بزن بهادر. عرض میکردم بله، میفرمودن که رفته بودن فروشگاه، دیدم یه پیرمرده با نوش اومده خرید. پسره هی شلوغ میکنه، هی زرزر میکنه. پیرمرده بهش میگفت آروم باش فرهاد جون، آروم باش عزیزم. جلوی قفسه خوراکی ها پسره خودشو زد زمین و داد و بیداد. پیرمرده گفت آروم باش فرهاد جان، دیگه چیزی نمونده خرید تموم بشه، یه خورده دیگه تحمل کن. دم صندوق که رسیدن پسره چرخ دستی رو کشید، همه جنس ها افتاد رو زمین. پیرمرده باز گفتش که فرهاد آروم، تموم شد، دیگه داریم میریم بیرون، پات که رسید بیرون هرچی عشقته بکن. رفتم بهش گفتم که آقا خیلی کارت درسته، مرام داری به قدر یه 18 چرخ سنگین، این همه اذیتت کرد، فقط بهش گفتی فرهاد جان آروم، فرهاد جان تحمل کن. پیرمرد گفت نه قربونت برم، فرهاد اسم خودمه، اون فلان فلان شده اسمش سیامکه که الان میبرمش بیرون زیر کتک درستش میکنم. روشن شد یا همچی بذارم که با دکور برنامه یکی بشی. همه سوالی که کردی با یه جمله سربسته به جواب میدم. از حال مقام عظما بگم، حال مقام عظما چندان بد نیست در مقایسه، البته آیندهش که بدجور درد میکنه. روشن شد یا نه؟ اگه شعور درست حسابی داشتی همین الان وای میسادی با من دعوا میکردی، ولی عرضه این کارم نداری، فقط حرص منو در میاری. اگه وای میسادی دعوا میکردی بهت میگفتم که آینده مقام عظما یه طوریه که این حال بدبختیش پیش شمش طلاست. نمیدونی که اصلا با چه بدبختی دل سر میکنه، نمیدونه که فکر آینده مذاکرهشو بکنه که شده آش نخورده و دهن سوخته که تازه بعد 4 هفته دیگه بره یه قلوب دیگه‌شو بخوره، یا بره دنبال آشیدن مجلس با رئیس جمهورش، یا بیخیال چه فکر آماده باش.